در پیام موضوع درفشان سالانه پیشوای معظم و فیضپرور ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به مقام عالی قانونگذاری مملکت مردم صاحب فضیلت تاجیکستان آباد و آزاد با نگاه نیک و آینده ساز آمده با برخورداری از شهد استقلال وطن برای تأمین نمودن رفت آمد طرفین و بیمانعه مسافران حمل و نقل مال و محصولات بین منطقه‌های کشور همچنین رهایی بخشیدن مملکت از بنبست کمونیکاسیونی و به کشور ترانزیتی تبدیل دادن آن طی سالهای صاحب استقلالی 59 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ 24 میلیارد سومانی عملی گردیده تا جشن نشاط و کمالات وطن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 2400 کیلومتر راه 326 پل 6 نقب ماشینگرد و 219 کیلومتر راه آهن ساخته به استفاده داده شده‌اند. یکی از این گنج‌های پیوسته پیشوای معظم ملت شاهراه بی‌نظیر کلاب قلعه خم است که در حدود ناحیه دروازه ولایت مختار کوهستان بدخشان با درازی 98000 متر از موضع شاهان ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان تا مرکز معموری درواز شهرک قلعه خم مطابق به معیارهای جهانی راهسازی با خرج 127 میلیون و 21549 دلار آمریکایی ساخته مورد استفاده دائمی قرار داده شده است. بر طبق توضیح پیشوای معظم ملت این راه برای تاجیکستان واقعا شاهراه مستقلیت جمهوری، شاهراه وحدت و دوستی مردم بدخشان و ختلان و تمام ساکنان سرزمین بکر و زیبای ما تاجیکستان بوده بی‌شبهه یکی از عامل‌هایی است که به پیشرفت با سرعت اقتصادیات مملکت مساعدت نموده است. از جانب دیگر تا این روز کی تصور میکرد که بدخشان به دروازه تقدیرساز رفت آب به خارج مملکت مرز اساسی رابطه نقطه مهم تجارت و سودا و سیاست اقتصادی پایگاه انتقال و بارکشانی جمهوری تبدیل یافته دولت صاحب استقلال ما را به کشورهای بزرگ جهانی و کل مملکت‌های دور و نزدیک قسمت جنوب و شرقی آسیا میپیوندد. همچنین از رشد بیمیلان و آینده اینه که بدخشان بخصوص درواز مورد استفاده قرار داشتن پلها میان تاجیکستان و افغانستان در دهه رضوی درواز، خمراغی ونج، تیم شهر خاروق، اشکاشیم که هر دو ساحل رود سرکش 5 را به هم میپیوندد درک میدهد. در مجموع امروزه بدخشان با بهره‌مندی 22 ساله از این راه بخت و دولت شاهراه عظیم و بی‌نظیر کوهی میانجای کوههای بیستون و سرخم و پیچ درواز کنونی همچنین پلها و بازارهای نزد سرحدی حدود ولایت به دروازه تبدیل یافته است که نه فقط تمام منطقه‌های جمهوری را توسط این شاهراه به هم پیوسته است بلکه به دروازه طرفین تمام کشورهای خارجی نزدیک و نسبتاً دوری از هر دو سمت به تاجیکستان علاقه دوستی و همسایگی داشته تبدیل یافته است. این خود دلیل است نهایت امیدبخش و از امکانیت‌های رشد قوی درک دهنده.